آفتاب استقلال سلام پاک و منور از باستان شهری قدیمی و تمدن آفر، ملک شاعرخیز و عالمان زبردست، ملک هنر و فرهنگ استرفشن پرگنج. درود به قلب تاجیکستان، دوشنبه نازنین، به تماشابینان عالی نظر، دوستداران هنر و صنعت و فرهنگ والا. کدام یکایک شما را به این باغ زیبای و دلارا به روز فرهنگی شهر استرفشن خیر مقدم میگوییم. چاره‌بینی امروزه ادبی فرهنگی در اساس دستور و سپارش های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به افتخار جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده ایستاده است. و اینک دستگل تر و تازه شعر و سرود، رقص و ترانه های رنگین از جانب اهل فرهنگ شهر استرفشن تقدیمتان می‌گردد. مرحبا.